که ما اینجا رستورانمون پر سوسکه، غذاها کپک زده است، آشغال میریزیم تو غذاتون، یک نفرم میره از غذای اون بخوره. چجوری این همه اطلاعات منفی کپکی پر سوسک کثافت رو هر روز میریزیم تو مخمون؟ بعد خروجی خوب میخوایم. تو یه وعده برو اونجا غذا بخور، یه هفته بعد دم توالت بخواب. بعد اون وقت توقع داری ورودیایی که میدی آشغال کپک پر سوسک کثافت باشه، خروجی طلا و جواهر از الماس از آسمون بریزه؟ نه برادر من، نمیشه. روزی 4 وعده 5 وعده همش فکر اینیم چی بخوریم، حالا چی بخوریم، معدمون همش فکر غذای جسممونیم، پس غذای روحمون چی میشه، پس غذای مغزمون چی میشه. به جای این سریالا همین کتابای مولانا رو بخون. ببین چقدر کسایی داریم که رفتن چند مرحله طی کردن، به یه بعدی از انسانیت رسیدن که ما الان میفهمیم میگیم دروغه. نه آقا دروغ نیست. تو 2 روز گوشی تو بذار کنار، اگه عروج نکردی به سمت خدا 2 روز گوشی